بیولوژیا چی را می‌آموزد؟ بیولوژیا مجموع علم‌های بیولوژی بوده ساخت، فعالیت حیات‌گذرانی و محیط سکونت موجودات زنده، باکتریاها، زنبورها، رستنی، حیوانات و آدم را می‌آموزد. بیولوژی از کلمه یونانی بیو حیات و لوگوس علم گرفته شده، معنایش علم درباره حیات می باشد. بیولوژی به کدام ساحه ها جدا می شود؟ علم بیولوژیا به ساحه های بوتانیکا، زوولوژیا، آناتومیا، فیزیولوژیا، ژنتیکا، اکولوژیا، سیتولوژیا، هیستولوژیا، ویروسولوژیا و غیره ها جدا می شود.